سلام بچه ها، امروز در اولین ویدیو ما دو بازی رو برای شما آماده کردیم و میخوایم معرفی کنیم و بازی کنیم تا شما از آن لذت ببرید و آن را نصب کنید. اولین بازی ما که بازی شبیه ساز هستش، این دیانگ بایکس درایوینگ اگه اشتباه نکنم اسمش هستش و اینجا من یه دست بازی کردم. از اینجا میتونید لغت رو عوض کنید و من ایران رو گذاشتم و از دستیات کیفیت رو زیاد، متوسط، غیر فعال، کم، متوسط و بالا بذاریش و اتو کنترل رو میتونید فرمان و از چیزهای دیگه انتخاب کنید. اینجا پایین پایین یه چالش هست و ما اول بذارم ببینیم بازی از چه قرار. واقعا بازی خوبی هستش. من وقتی که بازی کردم این کار GTA V هستش و اونایی که طرفدار GTA V هستن و نمیتونن GTA V رو توی گوشیشون نصب کنن، این بازی رو بهشون پیشنهاد میکنم. واقعا بازی خوبی هست. واقعا وقتی فعالی هستش بازی. تا بریم برای بازی دوم، بازی واتر 2. بازی فکری هستش و کسانی که طرفدار بازی‌های فکر هستن این بازی رو براشون پیشنهاد می‌کنم. خیلی عالی هستش. از لغت رو عوض کنید و ایران نیست. من از اول 5 مرحله رد کردم بازی خوبی هستش. پیشنهاد میکنم نصبش کنید. واقعا بازی
خوبی هستش. من واقعا لذت بردم از این بازی. اگه این ویدیو رو از یوتیوب دارین تماشا میکنین، یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید چنل رو، و اگه از آپارات دارید تماشا میکنین این ویدیو رو، این کانال رو دنبال کنید و این ویدیو رو لایک کنید و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. و تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.